حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سن 60 سالگی رسول الله 63 سال عمر دیدن. آخران عمرشان بیماری که چند روز بیماری کشیدن همورا آوسته نظم آورده است. من میخوانم: دریغ از توتی قدسی درگاه، دریغ از نازنینی لیلی مع الله، دریغ از سروری معراج لولاک، چو مه شد زیر ابری پرده خاک. رسید در 63 عمری مبارک، بیشد فرمانش از عزت تبارک، با اعضای مبارک زد شررتا، بیشد واقف نبی از خواندنی رب. پیغمبر خدا در سن 63 سالگی چیکار کردن؟ یک تب گرفت، سار طبیب از بین گرفت که حتی از عبادت ماندن. رسول همه حاضر به صحبت جمعی اصحاب، بگو حضرت بسوی اهل احباب، با ما هر کس اگر دارد قصاص، بگیرد تا شوم از وی خلاصه. گفت هر کسی، گفت صحابه ها در اطراف گفت برادر گفت من عزم سفر قیامت دارم. گفت کدام شما نسبت به من یگان قصاص حد داره؟ گفت زنی تستر من حقاتانتیم که من سفر آخرت دارم. همه گفتند غیر از جان سپاری، ندارم با جنابت و حق گزاری. گفتند صحابه یا رسول الله با غیر جان دادن برای شما هیچ دعوای نداریم. زجا عکاش خیزد از میانه، بخواهم گفت و ضربی تازیانه. عکاش از جاش برای شد، یکی از صحابه های جلیل القدر. فلان وقتی که کردی عزمی لشکر، در آنجا بود و این اصحاب اکثر، زدی با سوی اشتر تازیانه، رسید آنجا مرا در پشتشانه. عکاشا گفت یا رسول الله همین صحابه هایی که امروز در حضور شما استالگه همون حالتی که منم در میدان بودم، شما به طرف شترتان در حالت صف گرفتن صحابه ها قمچین پرتافته، قمچین آمد میان شانه من زد، در میان شانه من زد. گفت یا رسول الله بگیرم ای نبی آن انتقامم، اگر چنده که در خدمت غلامم. یا رسول الله اگرچه من غلام شما و صحابه شمایم، لیکن من حق خدمت طلب دارم. قمچین شما در پشت من رسیده است، من همون تازیانه را میزنم پشت شما، اما حق من میگیرم. بگفت حضرت بیارد زود و قمچین، شوم فارغ از این حقداری دین. بیاوردن آنگه تازیانه، گریف عکاشه قائم در میانه. حضرت رسول اکرم گفت صحابه ها را که زود را گفت قمچینه بیاره، استر بیاره. گفت که سفر من دروازش به سوی خدا کشاده شده است، این مردک دعوا داره. گفت حق شگیره، گفت که من از حقی خلاص شدم پیشگاه خدا. زجا برخواست و گریان گفت و بوبک هم اموال خود به حله و مک، همه طاعات عمری خیش بخشم، مزن اندر تنی گلبار خاتم. حضرت ابوبکر خیس ایجاش گفت عکاشا گفت چاکر سادی گفت آی رسول خدا جان به جانانه تسلیم داره، سفر آخرت داره، این شهبچه دو عالم گفت در آخرین لحظه حیات پشت خلالون میکنی، پشت رسول اکرم در میزنی. اگرچه یک قمچینی رسول اکرم در پشت تو رسیده است، تو امروز دعوا داره که پشت رسول اکرم در میزنی. من تمام ثوابی که نماز خوانده باشم، غذا کرده باشم، در جهادها اشتراک کرده باشم، حج کرده باشم، تلاوت کرده، همه را بیگم حیله و نیرنگ در برابر این تمام مال و ثروت من میتم تا بیا رسول اکرم بخش. گفت این کار نکن. گفت عیب است این عکاشه. بگفت عکاشه سوی یار اول،
نگردد مشکلت از این سخن حل. گفت که گفت ابوبکر مشکلی من گفت به یک حیله و نیرنگی تحل میشه. گفت من حقی خدمت طلب دارم. مقصدم دیگه چیز است، حقی تو طلب، حقی خدمت طلب. بنابراین لحاظ این حیوهی تو هشهی من رو نگرد. معذین اشتراک ارساس که الله نگرد من انشاءالله که اهمی قصه ابوبکر معم بشم فردا با دوام شد میخوام. از خدای تبارک و تعالی میخوام خداوند همه ما و شما را مثل یک کاشه عاشق بگرداند.